درود بیننده های گرامی تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز. برنامه نوبتی نبض نوا را منظور شما میگردانیم. روز به روز از جانب اهل هنرمندان خاصه جوانان صاحب استعداد سرود و آهنگ های ایجاد شده ایستادند که واقعا هم جذاب و دلنشین میباشد. هر ترانه‌ای که از جانب سراینده کسبی و صمیمی اجرا میگردد به دل و دیده ها البته که معوا میگیرد. این لحظه مهمان برنامه ما هستند هنرمند انسمبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شهرت سینکوف. خوش آمدید. سلامت باشید. در این برنامه ما با شما حرف میزنیم اطراف ژانر فلک، اطراف موفقیت، اطراف سازهای موسیقی که شما بیوسته با اون سر و کار داره و چند دیگر. من بسیار میخوام که در آغاز یک زمزمه کوتاه داشته باشه که ستایشگر وطن و وطنداری باشه. تاجیکستانی منی ای وطنم، مادر جانی منی ای وطنم. تاجیکستانی منی ای وطنم، مادر جانی منی ای وطنم. تشکر به شما. خب چون در آغاز معرفی کردیم هنرمند انسمبل دولتی فلک، بله. من بسیار میخوام چند لحظه سخنرانی ما و شما به استاد در بابت ژانر فلک باشد و سپس شروع میکنیم با دیگر پهلوی برنامه. فلک مجموعه آهنگ و ترانه های سلسله‌ای مردم تاجیک بوده، بیشتر در نواحی کوهستان معمول است. من بسیار میخوام که در این قسمت از محتوای سرودهای فلکی از توجه جوانان نسبت این ژانر نادر چند سخن گفته باشید. البته ژانر فلک یعنی به جهانیان معلوم شد و در یونسکو هم یعنی قبول کرده شد و امروز جوانان در ژانر فلک خیلی شوق رغبت زیادی دارند و عموما در انسمبل فلک جوانان فعال هستند و سرودهای پرمضمون را انتخاب میکنند و از عهده نواختن دمره میبرند. خب خود کلمه فلک را چگونه شرح میدی؟ فلک راز به سما و در زمان پیش فقط از سخنان شمس تبریز و حافظ و هلالی و بزرگان زمزمه میکردن و اساس یعنی در دهات عذر میگن که سرود خلقی یعنی معلوم نیست کی نوشته است و کی خوانده است و تا امروز ها با صدا میتن، لیکن فلک هستند. هر یک شخص یعنی شادی خودش را هر کس حقوق دارد که زمزمه کند. بله. خب فکر میکنم که شاخه های ژانر فلک مختلف است، درست؟ بله. از نگاه شما در کدام شاخه ژانر فلک خواندن سرود بسیار مشکل است؟ هر یک هنرمند از عهده این ژانر شاید نبرد، بسیار دشوار است و امروزها جوانان بسیار یعنی شوق رغبتی دارند. حتی اونایی که ژانر استراده میخونند همه تکیه به ژانر فلک میکنن قریب که، لیکن در اصل ژانر فلک بسیار یعنی در کدام شاخه‌اش خواندن بسیار مشکل است؟ فلک دشتی بسیار دشوار است چون که اونجا یگان اسباب موسیقی در دست نیست، حتی نمیدونی از کجا سر میکنی و فقط تنها تکیه به آواز میکنی و به مضمون و به موسیقی صدا میده. در یعنی فلک دشتی میگن. از همین طریق با فکر در فلک دشتی باید هنرمند صدای قوی داشته باشد و چی؟ البته و حسیاتی باید خوبی داشته باشد و صدای قوی داشته باشد چون که اونجا فقط تکیه به آواز میکنی، یگان موسیقی نیست و با موافق آواز یعنی جلب میکنی شنونده رو و از دل میسرایی. لپش های صدا خیلی جور آید با معنیش که به دل ها جای گیرد. خب در اجرایات مهمان برنامه ما یک ترانه است که فکر میکنم که کلا از ترانه های ایجاد نمودهش فرق دارد، یعنی نام دارد بگذشتی. بسیار موافق است که در این لحظه ها روی صحنه اجرا کرده باشند. مرحمت. نشسته بودم سرخم خندیدی و بگذشتی
فریاد زدم از غم نشنیدی و بگذشتی فریاد زدم از غم نشنیدی و بگذشتی در چهره معصومم غم دیدی و بگذشتی در دیده پرخونم نم دیدی و بگذشتی در دیده پرخونم نم دیدی و بگذشتی بیشسته بودم سرخم خندیدی و بگذشتی فریاد زدم از غم نشنیدی و بگذشتی فریاد زدم از غم نشنیدی و بگذشتی در چهره معصومم غم دیدی و بگذشتی در دیده پرخونم نم دیدی و بگذشتی در دیده پرخونم نم دیدی و بگذشتی خندیدی و بگذشتی خندیدی و بگذشتی شما درباره تاجیکستان عزیز ترانه‌های اجرا کردید که واقعا هم بلند مضمون و کسبی در این برابر بسیار هم صمیمی اجرا کردید. اجرای این گونه ترانه‌های والا از شخص چرا تقاضا میکند و به نگاه شما کی میتواند در خواندن سرودهای وطن دوستانه دست بالا گردد؟ هنرمندی که وطن را قدر میکند و دوست از دل و جان بدارد و بعداً ما امروزها در پایتخت که زندگی میکنیم پایتخت ما چنان آباد است و گلگشوفان و این به هنرمند یک شوق زیادی یعنی میدهد و ایجاد پیدا میشد. من هر زمان در بیگاهی یعنی در هوای تازه سیر و گشت میکنم و ایجادیات پیدا میکنم و محبت من نسبت وطن بسیار یعنی زیاد است. وقتی که از دل جان در وصف وطن و تاجیکستان عزیز سرایید حتما با دلهای ما مخلصان جا میگیرد. ما با باوری میتوانیم بگوییم که شهرت سینکوف قسم زیادی ترانه‌هایش را در هوای بغوار وطن ایجاد کرده است. یعنی که از زیبایی‌های خاصه دوشنبه شهر به الهام آمده رو می‌آورد به ایجاد. البته چون که اول یعنی سرگشت میکنم و موسیقی یعنی ایجاد خودم را من پیدا میکنم، در وجودم یک چیز پیدا میشود و همین گونه با شاعرها هم صحبت میشم و چیزی که من میخوام همین گونه سخن‌ها با من پیدا میکنن، در آهنگ من جور میکنن و من ثبت میکنم و برای مخلصان پیشکش میکنم. حرف ما و شما که وابسته به آبادی، زیبایی و الهام ایجاد کن رفت، اصلا امروز فکر میکنم که در حقیقت هم کشور عزیزی ما زیبا، نظرآبا، سبز در سبز شده است و چقدر که مشاهده میکنیم که در همه مناطق کشور پیشروی ها به نظر میرسد، در تمام ناحیه دوردست کشور و امروز اهل هنر را میباید تنها به کدام ترانه ها بیشتر رو بیارد از نگاه شما؟ من فکر میکنم ترانه هایی که بازگوی چی باشد؟ ترانه هایی که ایجاد میکنیم نسبت وطن تاجیکستان، اینا اونها را یعنی با روحیشون خیلی بلند میکند و دلگرم میکند. فکر میکنم همین سرودها
یک نقش یعنی اساسی خودشان را دارند نسبت تاجستان، نسبت وطن و نسبت مادر وقتی که میسروی. سخنرانی ما و شما وابسته به روحیه بالیده، بلند اقبالی ملت تاجیک و چند دیگر عموما درباره آبادی و زیبایی رفت. من بسیار میخواهم که شما ترانه بلند اقبال همین گونه یک ترانه دارد روی صحنه اجرا کرده باشد. وطن من شاد و مسرورم، چی خوش ممنون و مغرورم، بلند اقبال و مشهورم، وطن دارم، وطن دارم. وطن من شاد و مسرورم، چی خوش ممنون و مغرورم، بلند اقبال و مشهورم، وطن دارم، وطن دارم. وطن داری اسیر هستم و مهن سخت دل بستم، دم دورم چه رنجورم، وطن دارم، وطن دارم. دم دورم چه رنجورم، وطن دارم، وطن دارم. صمیمی عرشی یاری من، شرار افشان دیاری من، صداقتم رو دستورم، وطن دارم، وطن دارم. صداقتم رو دستورم، وطن دارم، وطن دارم. اگر دورم ولی زورم، با آهنگش همه جورم، اگر در آتشی قورم، وطن دارم، وطن دارم. اگر در آتشی قورم، وطن دارم، وطن دارم، وطن دارم، وطن دارم. دلم از عشق یار آمد به جای، برآوردم ز جان آگه صدای، برآوردم ز جان آگه صدای، ز بوی یار گشتم مست و مغرور، ز بوی یار گشتم مست و مغرور. ایا مطرب بزن ساز و نوای، ایا مطرب بزن ساز و نوای. دلبری هور و پری نغمه چو کبکی دری، رفتن نکات سرسری این دل من میبری. دلبری هور و پری نغمه چو کبکی دری، رفتن نکات سرسری این دل من میبری. سحرگاهان چو دیدم آفری را، به دل آمد به خود گفتم دوای، به دل آمد به خود گفتم دوای. چرا رنجور استی ای نهانیه، منم عاشق ز دل آمد ندای، منم عاشق ز دل آمد ندای. دلبری هور و پری نغمه چو کبکی دری، رفتن نکات سرسری این دل من میبری. دلبری هور و پری نغمه چو کبکی دری، رفتن نکات سرسری این دل من میبری. رفتن نکات سرسری این دل من میبری. موسیقی کسبی سنتی از نیاگان فرهنگ سالار و تمدن آفر ما میراث مانده است و تاریخی با رنگین را نیز
дорост. ва имрӯз чӣ хеле ки мушоҳида мекунем аҳли ҳунар воқеан ҳам рӯ овардан ба фарҳанги пурғановати тоҷик, аз муҳаббат мехонанд, аз садоқат, аз рушди кишвари азизамон ва таронаҳое мехонанд ки воқеан ба касе рӯҳияи болида мебахшад, муҳаббати касеро зиёд мекунад. ман мехоҳам идомабахши ин гуфтаҳо худи шумо бошед. موسیقی و آواز خوب و سرودی به معنی میتواند تمام مردم را یعنی طبعشان را خوش گرداند و باوری دارم که این به مردم یک باوری کامل در وجود پیدا میکند. фикр мекунам ки аз рафти бахши ҳозирҷавоби барнома огаҳӣ доред. البته ҳар як саволе ки ба шумо пешниҳод мекунем албатта ки мухталиф аст, он қадар мушкил барои шумо фикр мекунам нест. ба хотири чӣ? Ба хотири он ки шумо шефтаву шайдои созу суруду мусиқӣ ва ҳамчунин хоса хондани сурудҳои фалакӣ ҳастед. таваҷҷӯҳ кунед ба саволи нахустин. ман бисёр мехоҳам ки шумо муфассал ва дар шакли кӯтоҳ посух бигардонед. хуб, саволи аввал. ҳофизи Шерозӣ ҷое мегӯяд ки ҳар киро нест адаб лоиқи суҳбат набувад. ман мехоҳам назари шуморо дар тақвияти ин гуфтаҳо фаҳмида бошам. کسی که یعنی ادب ندارد چه خیل اون صحبت بکند در جمعیت یا که او را یک از گوش کند اولا که او ادب ندارد. хуб, яки назари шумо ҳамин гуна? همین است. хуб, ташаккур. чаро бештар бо сози мусиқӣ аккордеон мехонед на ба дигар созҳо? چون که من از زمان خردسالی хуб, اکاردیون را یاد گرفتم اول و همیشه من در خانه با اکاردیون زمزمه میکنم، ایجاد میکنم و дар ҳама ҷо ба аккордеон мехонед. البته барои чӣ? برای که من همیشه میگم که مثل این اسباب در جان من یگون اسباب ندارم. ба дигар созҳо ба шумо писанд нест? پسند هستن لیکن چون که با من این завқ бештар ба ҳамин ذوق соз доред. بیشتر است و با من این معقول تر است. ташаккур. донистани ҳаракатҳои саҳна ба ҳунарманд чӣ мебахшад аз дидои шумо? هنرمند باید بداند که در وصف چی می‌سرد و چگونه اشاره بکند که با مخلص قبول شود. ташаккур. аз эҷодиёти шодравон Одино Ҳошимов метавон таронае хонд. صبح دمی درست شد یار به سوی خانه رفت کور شب مرغ سحر یار به این بهانه رفت. устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ дар ҷое мегӯяд ки дар диёри мо баҳори дӯстӣ гул кардааст, мефизояд зин сабаб ҳам шӯҳрати даврони мо. نظری ما همین خیلی است که امروز یعنی در وطن ما وحدت است، صلح است، دوستی است و فکر میکنم به دوستی زندگی هیچ است. панду андарз одобу ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, муҳаббату вафодорӣ, ин омилҳоро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? البته من فکر میکنم هر یک شخص رو وقتی که در جمعیت میشناسن و اساس با آدابش به او میتیند و از روی آداب یعنی خلق با او محبت پیدا میکند. шодравон Бобоҷон Азизов, Дӯстмурод Алӣ ва Зафар Нозим, аз кадом аз ин ҳунармандон як тарона иҷро карда метавонед? بله از دوست مراد علی و ظفر ناظم میپسندم و یک زمان یک سرود خوند استاد ظفر ناظم خوندن که امروزم آمد به سر تا باز دیده آفتاب و همین رو من در زمان دانشجویی میسراییدم با کردیم. بهترین. мавзӯи ишқ, модар, зиндагӣ ва бурдборӣ. дар кадом аз ин мавзӯъҳо метавон як тарона иҷро кард? дарҳо. عشق ишқ бигузор марамад. آرام جانم شیری زبانم بوسیدنی تو خمار شد بر لبانم نور چشمانم دردت به جانم در عشق تو من چنان نامم ندانم. ташаккур барои шумо, барои ибрози андешаҳо, суҳбат дар барнома. бурга хуш омадед. سلامت باشید، آباد باشید. бинандаҳои гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. ба ҳамаи шумо рӯзгори хуш, саодату сарбаландӣ ва комёбии рӯзгорро орзумандем. ҳамеша зиндагиятон лабрези шодӣ бошад. То боздид,
خیر. سلسلمو میخونم هر بد و فتنه و آزار که آید بسرم چون برایت نفسم سلسلمو میخونم سلسلمو میخونم با نغمه بزن ذوقی دلی یار مرا نینوا داغ دلم در لبی جو میخونم در لبی جو میخونم نینوا داغ دلم در لبی جو میخونم در لبی جو میخونم دل مدام از هوسش نغمه تو میخواند چون کنم در حرمت صوت نکو میخونم صوت نکو میخونم هر بد و فتنه و آزار که آید بسرم چون برایت نفسم سلسلمو میخونم سلسلمو میخونم هر بد و فتنه و آزار که آید بسرم چون برایت نفسم سلسلمو میخونم سلسلمو میخونم شفقی فکر و فرو بیرسد چنگ و رباب عالی هرو میخوانم اوه بیرسد چنگ و رباب عالی هرو میخوانم مطربا نغمه بزن ذوقی دلی یار مرا مطربا نغمه بزن ذوقی دلی یار مرا نینوا داغ دلم در لبی جو میخونم در لبی جو میخونم نینوا داغ دلم در لبی جو میخونم در لبی جو میخونم صوت نکو میخونم سلسلمو میخونم عالی هرو